الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظیم. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله تعالی و برکاته. بیننده های گرامی و فرزانه و عزیز این برنامه اصلاح خدایی و ربانی سلسله درس های بینش اسلامی، امیدوارم به خیر و صحت و سلامت بوده باشید و خدا را سپاسگزارم که توفیقات مزیدش را رفیق اعلی همه ما و شما گردانید تا فرصت انشالله پیرامون و بحث های مهم در مورد بینش اسلامی و یا جهان بینی اسلامی با هم صحبت داشته باشیم. عزیزا، بحث حاضر به اصطلاح ارتباط می‌یابد با موضوع بسیار خطیر و عظیم و بزرگی که رفع و ادای مسئولیت هایی که خدای عظیمشان بر انسان سپرده است. انسان موجود مسئول است، پاسخگو است و مسئولیت های بزرگی طبق داده ها و نعمت هایی که خدای بزرگ برش لطف کرده است دارا است. این مسئولیت ها چگونه رفع شود؟ در کنار از امتیازاتی هم که خدای اکبر بر انسان لطف کرده است، برای این است که انسان با استخدام این امتیازات بتواند رفع مسئولیت داشته باشد. یعنی امتیازات را در خدمت ادای تکالیف و مسئولیت های خطیر و بزرگی که ذات اقدس الهی به دوش هر انسان مطابق ظرفیت هایی که از نظر علمی، تحقیقی، مالی، فکر و اندیشه و سایر داده ها و ثروت هایی که خدای اکبر بر انسان بخشیده است. این مسئولیت ها چگونه رفع شود؟ توسط چی؟ پاسخ از این ما در سلسله درس های بینش اسلامی و جهان بینی اسلامی با شما عزیزان و دوستان گرامی ما آغاز میکنیم. ولی قبل از او چند تا سوال مهم است عزیزان. ارزیابی وضع موجود بشری در سطح کل کره زمین چگونه هست؟ به نظر شما آیا وضعیت منفی هست یا مثبت؟ چگونه فکر میکنید؟ اگر انسان کمی منهمک شود و عمیق شود نهایتاً می‌یابد که وضعیت تمام کره زمین و جوامع بشری و انسانی یک وضعیت نهایت غیر مطلوب و غیر مقصود است. فاجعه بار، فلاکت بار، خسران دنیا و آخرت. به تعبیر قرآن کریم خسر الدنیا و الاخره. این تصویر را انسان در تمام عالم اسلام متاسفانه میبینه و امت اسلامی مکلف است، چون وظیفه انبیا علیهم السلام که بیداری و آگاهی و نجات جوامع، سوق جوامع به سوی خدا و آخرت و سعادت، صلح و سلام و آرامی در دارین بکشانند، این وظیفه را ذات اقدس الهی به امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم سپرده است. و تعبیر امام ندوی صاحب با بعثت پیغمبر صلی الله علیه و سلم امت هم مبعوث به رسالت میشه. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. از این جهت وضعیت جامعه بشری گفته میتونیم همه جانبه منفی، تاریک، کدرانی و غیر مطلوب. اگر ما میخوایم بدانیم که مطلوب از غیر مطلوب، پس سوال کنیم به خود ما که آیا به ما مطلوب است؟ نه خیر.
پس وقتی که با پیش ما و شما انسان ها غیر مطلوب است، پیش خدای بزرگ خب با وجه اولا این غیر مطلوب است و غیر مقصود است. اگر وضعیت منفی هست، سوال دوم این است که آیا ما در برابر این وضع ناهنجار جوامع بشری و انسانی به ویژه امت مسلمه آیا مسئولیتی داریم یا خیر؟ بله، ما در برابر این مظالم، این فسادها، استکبار، تواغید و آسمانی مسلط شده گناه و فساد و خباثت و رذالت، تعدا و تجاوز، استعمار و استثمار و استکبار، خدا ما را پرسان خواهد کرد. بله عزیزان، از محاسبه الهی هیچ کس نمیتونه خود را عقب بزنه. اگر مسئول هستیم، سوال سوم اتومات مطرح میشه. چگونه رفع مسئولیت باید کرد؟ ما در جلسه قبلی بر امتیازات و برتری های انسان اشارات و صحبت های مفصلی با شما عزیزا داشتیم. اگر مسئول هستیم که این امتیازات بدون شک برای ادای مسئولیت بر انسان عطا شده و داده شده و بخشش شده است. این مسئولیت ها را پیش از اینکه مرگ برسه و معلوم نیست چه وقت میرسه، این را رفع بکنیم، سعی و تلاش و تکاپو داشته باشیم برای رفعش. حداقل اگر رفع هم نشد به تمام معنا، خدای عظیمشان به علم مشاهداتیش ببینه که ما در تلاش هستیم، ما در سعی هستیم. لیس للانسان الا ما سعی و ان سعیه سوف یری. پس پاسخ این که چگونه رفع مسئولیت باید کرد در سلسله درس‌های جهانبینی اسلامی که به طور سیستماتیک و منظم انشالله که این درس‌ها با هم ارتباط ارگانیک داره، خدمت شما تقدیم و ارائه خواهد شد. جهانبینی اسلامی چیست؟ متشکل از دو کلمه. جهان یعنی کائنات، بینش یعنی دیدن. دیدن کائنات و از این معرفت حاصل کردن جهانبینی، یعنی شناخت جهان. در شناخت جهان چند تا موضوع مطرح است. چی جهانبینی های اسلامی است، سلسله جهانبینی های اسلامی و برحق، و چی جهانبینی های غیر اسلامی و کفری. چند تا موضوع محور بحث است. اساسی ترین محور: انسان، جامعه، تاریخ، طبیعت یا دنیا، و بخصوص در رأس همه این موارد خالق هستی جل جلاله. یعنی شناخت از این موارد پنجگانه حاصل کردن، چی درست باشه چی غیر درست، این میشه جهانبینی به طور عموم. پس جهانبینی اینطوری تعریف میشه و یا مفهوم میرسانه که مجموعی از برداشت ها، مجموعی از تحلیل ها، مجموعی از تفسیرها، مجموعی از تصورات، مجموعی از نظریات، مجموعی از شناخت ها و عقاید و باورهای انسان که نسبت به 5 چیز متذکره، یعنی انسان و جامعه و تاریخ و طبیعت یا دنیا و خالق هستی حاصل میشه. جمع دریافت هایی که از علما و نخبه ها و دانشمندان در این موارد متذکره پنجگانه به انسان حاصل میشه، چی از زبانشان و چی از قلمشان. این دریافت ها هم در این موارد متذکره از نخبه ها که به انسان میرسه جهانبینی. این سلسله تصورات و شناخت هایی که خود انسان با ابزار و وسایل شناختی که خدا عطا کرده است
و جمع دریافت ها و به اصطلاح آنچه که از علما و نخبه ها و دانشمندان در این موارد متذکره به انسان میرسد. در طول زمان شکل میگیرد، مدت زیادی را میخواهد و میطلبد تا انسان یک شناخت پیدا کنه، یا درست یا غیر درست. در طول زمانه شکل میگیرد و سینه به سینه از نسل به نسل دیگر انتقال مییابد. این میشه جهان بینی. یعنی سینه به سینه که نسل به نسل، صدر به صدر، مباشرتاً، حضوری. پس مجموعه برداشت ها و تحلیل ها و تفسیر ها و تصوراتی که خود انسان و جمع دریافت ها و علما و به اصطلاح نخبه ها بر انسان میرسه و در طول زمان شکل میگیره و سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌یابد. این میشه جهان بینی. چی این شناخت ها درست باشه و چی نادرست بوده باشد، ولی میشه جهان بینی برش گفت، میشه شناخت گفت. اما وقتی که میگیم که جهان بینی اسلامی، یعنی قید اسلامی را با خود میگیرد. این باز امی تعریفی که خدمت شما ارائه شد به اضافه ازی میگیم که این موارد را چنان بشناسیم، انسان چنان بشناسه طوری که خدای اکبر معرفی کرده. این میشه جهان بینی اسلامی. یعنی طوری که خدای بزرگ خدا معرفی کرده همونطور قبول کردن، طوری که انسان خدای بزرگ معرفی کرده همونطور پذیرفتن، و طوری که تاریخ و طبیعت را خدای بزرگ معرفی کرده همونطور پذیرفتن. این میشه جهان بینی اسلامی. به عباره دیگر، عینکی که خدای بزرگ به چشمان انسان میگذاره و میطلبه و میخواهد که کائنات و مافوق کائنات، هستی و ماورای هستی، طبیعت و ماورای طبیعت، عالم فیزیک و متافیزیک را انسان بشناسه با این عینک، این میشه جهان بینی اسلامی، بینش اسلامی، بصیرت اسلامی. پس طوری که خدا جل جلاله و پیغمبرش صلی الله علیه وسلم از این موارد پنجگانه به ما خبر داده و معرفی کرده، این ده همین طور شناختن و به همین طور پذیرفتن، این میشه جهان بینی اسلامی. اگر بخوایم این تعریف بزرگ را کوچک بسازیم که جهان بینی چه مفهوم را به طور اختصار میرساند، میگیم که جهان بینی یعنی دید انسان نسبت به هستی و ماورای هستی، دید انسان نسبت به طبیعت و ماورای طبیعت، دید انسان نسبت به عالم فیزیک و متافیزیک. این میشه جهان بینی به اصطلاح تعریف مختصر و موجزه که هر انسان دارای یک دید نسبت به هستی و ماورای هستی، اما جهان بینیش است. اهمیت جهان بینی در چیست؟ از دو زاویه میتوان جهان بینی را ارزش و جایگاه بلندش را درک کرد. یک، جهان بینی زیربنای عقیده هر انسان را تشکیل میده. جهان بینی زیربنا و تهپایی عقیده ما را تشکیل میده. اگر به شکل هرم ببینیم، اینجا عمل قرار داره، پایینی از او که زیربنای اعمال عقیده است، بدون شک عقیده قرار داره، و پایین و زیربنای عقیده شناختای انسان است، یعنی جهان بینیش. پس اگر شناختهای انسان نسبت به هستی و خالق هستی دقیق بود، عمیق بود، درست بود، صحیح بود، محصله و نتیجه از او یک عقیده درست و صحیح و مستحکم و
شکست ناپذیر بر انسان حاصل میشه و هر انسان محکوم عقیده خودش است. آنچه عقیده برایش حکم میکنه به اون طرف میره. اگر شناخت ها مثبت بود، عقیده مثبت است و عقیده مثبت اعمال انسان را به سمت و سوی خوبی، مجموعی خوبی ها توجیه میکنه و ارشاد میکنه و جهت میده. برعکس اگر شناخت ها از هستی و خالق هستی منفی بود، نادرست بود یا ضعیف بود، هرچند درست باشه ضعیف بود، در بدل از این اگر عقیده منفی بود، شناخت ها منفی بود، ببخشید، اگر شناخت ها منفی بود، عقیده منفی، عقیده منفی، باورهای منفی، اعمال انسان هم به طرف کدرانیت و تاریکی، نفسانیت و شهوانیت و رذالت و خباثت و مظالم و مفاسد میبره. از این جهت شناخت ها خیلی ارزشمند است عزیزان. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون. انسان هر قدر شناختش گسترده بود به مو میزان به خدا بیشتر تعظیم میکنه، بسیار تقدیس میکنه، متخلق به اخلاق حسنه، به آداب اسلامی، به نزاکت ها، به ظرافت ها بیشتر میرسه. از این خاطر شناخت های انسان نسبت به هستی و خالق هستی این جهان بینیش است و فایده جهان بینی که زیربنای عقیده ما را تشکیل میده و هرگاه عقیده درست شد اعمال درست میشه. یعنی صحت شناخت، صحت عقیده، صحت عقیده، صحت اعمال. سقم و مرض شناخت و منفی بودن شناخت ها، مرض در عقیده، عقیده مریض و ضعیف و منفی هیچگاه اعمال انسان را مدیریت به سوی خوبی ها نمیتونه. پس هرگاه یک انسان را میبینیم که اعمال درست و صحیح داره، آدم مخلص مستدام در راه تقوا و طهارت، مبارزه و اعلای کلمت الله است، این اعمالش است، دلالت به عقیده صحیح و قوی میکنه. عقیده صحیح و باور صحیحش از کدام مدخل به وجود آمده؟ از شناخت‌های دقیقی که از هستی و ماورای هستی و خالق هستی برای ایشان حاصل شده است. و نکته دوم، جهانبینی وسیله دعوت است. یک داعی وقتی موفق است که دارای بینش، بصیرت، شناخت و جهانبینی دقیق بوده باشه تا خود هم محققانه قناعت داده باشه و دیگران را هم قناعت داده بتونه. داعی حقیقی و واقعی الله کیست؟ که سوالات مردم را و انسانها را و افراد را در مورد دنیا و آخرت پاسخگو باشد، پاسخ داده بتونه، توان و پتانسیل بلند پاسخدهی در ایشان موجود باشد، از نظر علمی و از نظر عملی ممثل اخلاق اسلامی و ایمانی باشد. لما تقولون ما لا تفعلون، زیر این حکم نبیه. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اطور نه، در شعار و منطق یک چیز ولی شعور و عمل چیز دیگری است. نخیر، از نظر علمی پاسخگوی سوالات انسان ها در مورد دنیا و آخرت، نه تنها آخرت، دنیا را هم بتونه که تحلیل و تجزیه و خواستهایی که انسان از نظر مادی و معنوی در دنیا داره این پاسخ داده بتونه. داعی الله هست و خودش ممثل اخلاق اسلامی و ایمانی باشه. پس جهانبینی وسیله دعوت است. انسان وقتی در راه خدا جل جلاله و اعلای کلمت الله رفته میتونه و دیگران را قناعت داده میتونه در نظر و عمل که دارنده جهانبینی اسلامی عمیق و دقیق شده باشد. اکثر دعات الی الخیر ما
چرا ناموفق هستند؟ دلیلش در این نکته است که ایشان ماشاءالله در دانش اسلامی فوق العاده از قال و مقال خیلی صحبت کرده میتونه، احکام شریعت اسلامی را خوب بیان کرده و تبیین کرده میتونه، ولی در مسائل بینش و بصیرتی و سوالهایی که مردم درباره تاریخ و دنیا و کائنات و خالق هستی که به چشمها درک نمیشه، لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، در اینجا باز پاسخدهیش بسیار ضعیف است. اینجاست که موفق در راه خدا نمیتونه بدرخشد. هر که میخواه در راه خدا کاندید شوه، یعنی در راه دعوت، پس ناگزیر خود را ملبس با بینش اسلامی و جهانبینی اسلامی بسازه. این که جهانبینی چه فواید را در پی داره، غیر از این دو فایده و غرض و مقصد و هر علم برای خود تعریف موضوع غرض داره. انشالله بقیه این بحثا را در جلسه بعدی با شما دوستای گرامی و عزیز خواهیم داشت. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.